تبدم پیش امی کی نیفتمش رحمی قلمی را گفتن همجا یک تاکسی وقتی آورده کم این ده حالتی وزنی بعد گفت که اپا جان یک کار که پیش رحمی قلمی برن بخدا امی را درک شد گو برای امی کودک برای امی چیزای کلو فروخت برای نمی اومد منم حیرانی شخصانی توانا برای کاری خیر اونا توان است. چندین به خداها چندین فریبگرها نوشتم در اومدم نوشتم گفتم خیر یعنی اونها نه از خدا میترسن نه از قیامت. برای ادامه برنامه را دیدن یک لحظه توجه میکنیم به سرپرستان برنامه. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گیمری در شهر مسکو. تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس. شما میتوانید خود حاضر فرمایش دهید. تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمان به شهر دوشنبه. یکی از نماینده‌های شرکت زیارت شاپ برادر عبدالله. بله. بگیر دستی فقیر و بینوایان، ترحم بر کسانی بینوا کن. ببین تو حال زار نابینایان، تو تنها شکر چشمان بینا کن. ببینی گر شکسته دست و پایه، تو شکر صحتی دست و پا کن. با کمال احترام سلام عرض میکنیم به همه شما بینندگان سامانه صدای امید. بیا اول از مادر بپرسیم که این خواهرک به چه بیماری دچار است، بعدا صحبت رو دوام میدیم. خب مادر جان، یک روشنی میانداختین که خواهرک ما چی بیماری دارد؟ سلام علیکم مادر جان. خیر امی دختره که ما به بیماری دیل گرفتار شدگی با این لب دهنش مادرزاد امی خیلی به دنیا اومدگی. اول پیش اما جراحی دیل شکدن در کار که یک رگی دیلش کار نکردیسته. بعد انا 6 باریگه انا میجا دخترو مسئولیت کردگیان که لب دهنش اپیراسه میکنن. برای دیلش چقدر مبلغ گفتن؟ 50 تا. 50 چی؟ 50,000 سومان. برای لباش؟ هر یک اپیراسه لب شد 12 تا این خیلی گپ زدن. 6 مرتبه؟ 6 مرتبه انا می لب دهنش اپیراسه میشه. 122,000 سومان برای اپیراسش لازم؟ البته. این راه گشته میتواند؟ نه همین سبب دیلش نمیتونه جوش خیسته تری دیلش هوا میگیره کبون میشه. یا سال و 6 ماهش دیسته نمیگرده. این کاغذایی که در اینجا موندگی اینو از دکتر است؟ همه دکترها اینجا گذراندگیم با امینه و همه دکترها گذراندمش او شدنمش. این دکترهای چیزایی که کاغذایی که دکترها تیارش کردگین های سببی همی کمتر مبلغ نداریم، شرایط ما کمتر وزنه دیگه نتونستیم که باید همی روشنی پیرسه شود دیل شود پیش هم. چقدر می شود که باید بیماری دچار؟ مادرزاد اومدگی هم خیلی بند بیمار کرد. قلبش هم از مادرزاد بود؟ همش مادرزاده. السلام. سلام. السلام کنیم. برادرای عزیز، راستی من وقتی که مادر برای ما مراجعت کرد بسیار برای من وقتی حالت این دخترک دیدم در حال فرزندای خودم در یادم اومد. چرا من این شعر زمزمه کردم که ببینی گر شکسته دست و پای، تو شکر صحتی دست و پا کن. وقتی یک شخص میبینی معیوب است، یک بیمار است، به این سلامتی خود شکرگزار باید باشه. بیاین سرجمانه شویم و همین مادر را دستگیری کنیم، خواهرک طبابت کنن. این آینده این ملت است. این خواهرک مادر همه ما و شما است. آینده مادر می شود. هر کدام چقدر می توانید به همین کارتای مادر، رقمای مادر خودشون هسته، میتونین در تماس بروین، میتونین چقدر سهم خود را بگذارید. انشاءالله یک سومی که ما در اینجا میگذاریم الله هم برکت میتیه در مال و کسبمون، هم آخرت مونده دستیارمون میشود، دستگیری روز قیامتمون میگردد. هر کدومت که چقدر میتوانید، یا یگون صاحب کاری باشد میخواهد که یک باره هم 122,000 سومان بوده است برای صاحب کارو. این
پولی کوچک است. توانین اگر مادر دستگیری کنین این خواهرک من تبابت کنه. امید دارم که ثواب این به همه آن نفرانی که در اینجا یک درهم یک سومن صرف میکنند خرج میکنند انشاءالله که ثوابش میرسد. خیلی برای چی میگم؟ برای الله کسی بکنه میخورم. هر یک سوم میتخواه ببخشش برای همی گوده که من برای الله بکنم. من یکون مجبور کردنی نیستم. یکون آدم کسی که چیزی که میخواه خیر کنه برای الله کنه. خدا برکت شما تا کسی که خیر میکنه پروردگار پادشی را در دنیا انشالله میگیره. تبدم پیشی همی که نیفتمش. رایمی غرمی را گفتنم جا یک تاکسی وقتی آورده کم این ده حالتی وزنی بعد گفت که اپا جان یک کار کن پیش رایمی غرمی برم بخدا امی را در یک شب بیو گفت همو جبره گفت البته را گفت همو چیه بسیار بچه خواه یورده میکنه گفت یکان مبلغ یورده میکنه برای هم دخترک. مادر با امید در چندین خانه صاحبکار را زده است که اونها را پیدا نکرده بوده است. امید دارم که خبر به گوش اونها رسد. نوشتم صالحان در نوشتم در اومدم نوشتم گفتم خیلی اگر که میخواین بیاین کمی را کنی و بینینش یا که دعوت کنیم من گفته کمی گیرم میو یا جواب دادن دیگه جواب نداد. شاید از سبب کارشون زیاد بودن است اپا جون نمقصد صاحبکاری ما امروز خیلی کارشون زیاد است. اونها هزار تشویش ها دارن هزار نفرهایی هست که به اونها مراجعت میکنند. من امید دارم که این نوار به گوش اونها برسد حتما در اینجا خیر خشونه کمک خشونه میرسونن. چند دقیقه امی بیماری تاو میکنن. وقتی که دکتر بودمش دکتر اجازه نمیده ایره دارو و کل کردن گو ممکن نیست فقط تبلت کمیتی یا دارو میچ کنی تمام. خوردنش خیلی اگون چی میخورد؟ اشتیاش کمه خوردنش نیست گو امی باید که سروشنی امی دیل اپیرسته شایی همه امی چیش گو ایسابی دیله وقتی رگ محکمه گو گردشی خون نمیده. اولا مادر عزیز امید از خدا بندید. باوری داریم که این مردم ما مردم تاجیک ما بسیار یک مردم خیرخواه است. امروزها چقدر کمک ها کرده ایستادن. من امید دارم که برادرای ما خواهرای ما اخوای ما سرجمعانه شده و دستگیری میکنند و خواهرک ما تبابت مییابد. بعد تبابت یافتن حتما ما نوار میگیریم بهر همه شما میرسونیم که خواهرک ما در کدام وضعیت قرار دارد. حالی در وضعیت خیلی وزنین هستند. امروزها بسیار مراجعت میشه. ما همون هایش انتخاب میکنیم که بسیار مشکلات هستند. وقتی که مادر گفت که تعجیلی باید که جراحی کنیم ما دیگر گفتم بیاس اول رفته از همین کودک سر کنیم. 1 سوم میشود 10 سوم میتونی 1000 سوم میتونی چی قدری که میتوانی برای هم برکت مالت برای روزی آخرتت سعی میخته به همین مادر برسونین. این کارتایی که در اینجا میبینین کارتای مادر خودش است. رقم تلفنشون میتونین که زنگ زنین و خواهش میکنیم که بیهوده زنگ نزنین. شخصانی که در حقیقت میخواهند کمک کنن حتما سعی نگذارین. ما یک نوار دیگر کرده گذاشتیم. چندین بیخوداها چندین فریبگرها به مادر زنگ زدین که یک رقم میرود کد میرود همون کد به ما روان کنین به شما پول زیاد میگذرونند. وقتی مادر به من مراجعت کرد گفتم اصلا این کارا نکنین گیرین زبلاکشون کنین. اونها ماشینیکا هستن وقتی که شما رقم میتین چی مبلغی که در کارت شما هستن او را میگیرن. یعنی اونها نه از خدا میترسن نه از قیامت. این امتر یک دیگه نمیتونه خیلی با این قرقفر میگه با جوش در دراز میکشه فره نداره. این جوشی تاو میکنه بعد تاوش کرد دیگه کبول میشه و کبول میشه همی دست پا اینم نخونو اینم خیلی نخونو کبکای نکبوتی میدوایره. من یک بچک دارم یکم کودک شما یکم فرزند شما یکم کودک یه هفته نشانش ندادم بچه من گفتم کسله گفتم نمیمونن کسله نمیمونن چون کارش کردم گفتم یه شده از آرامه گفتم زیق میشه بچه تون ها؟ چه جون خیلی اقلا یه صورت چه نشون بتین مرا خیلی کو
بعد خیلی همه کسا جمع شدیم گفتم بچه جان خیلی سوزید نشه تقدیری تا خداوندم خیلی بده نم خیلی بدنی اومده گیای بعد دیدش خیلی گریز گریای کد کی والا من یکون کاری خطا نکدم بچه جان در امریزر من یکون کسا نورمتی نکم حق یکون کسا خوردگی نیستم نکی چیز نیه بچه هم داری بچه دروغ نیست گفت حکمتی پروردگارم یه تبوختش من گفت شگرون نمیکنم من دیوچه جان دستم برسد چی کاری باشه برای دختر میکنم منم حیرانی شخصانی توانا برای کاری خیلی اونا توان است به دستی پیر بینی شیشه می مقامی او فرو از کودکان است و در مگو برای امی کودک برای امی چیزای کلو فروختم برای نمی اومد همه چیز من فروختم با 80,000 که قرض دار شدیم این دخترکی که در اینجا میبینین شما نواسه این مادر است یکم نواسه شون هست که از طرف بچگیشون از کلوب هستن و خونه را فروخته به دوشنبه به خاطر تبابت انا همین خواهرکی ما آمدیان در چندین صاحبکارا و در چندین بیمارخانه و در چندین شخصا را مادر برای مبلغ رفته است اما از کجای به این کمکی نشده است خب صاحبکارایی که مقصد درشون را زده است اونها رو پیدا نکرده است من امید دارم که به گوش هر کدام اونها رسد اونها دستگیری خودشون میرسونند خب بار دیگر از همه شما احترامونه خواهش میکنیم چقدر که میتوانین مادر را دستگیری کنیم همین خواهر که تبابت کنیم ان الله که دنیا و آخرت خود را آباد خواهیم کرد درباره خیر اگر که من ساعت ها گپ زنم کم است ساعت ها چون که خدا وقتی که ما را در این دنیا آفرید از ما چیزی میخواهد یعنی ما باید همدیگر را کمک کنیم دستگیری کنیم این دنیا و قد دنیایی نیست یک چشم میپوشی هوی میکنی که عمر علکه تمام شه همه کارت میمونه همه کار خیر و ثواب و صدقه که میکنی همه میمونه انشالله خب دوستان عزیز سرجمانه شویم دستگیری کنیم انشاءالله که امید دارم که خواهرک ما شفا مییابد یکم سخن داشته باشه مادر جان در آخر مرحمت خیر برای همه شما میگم برای کربتا پروردگار کنیستون تا اقبال آبروی محمدی بتتون پروردگار کسی خیر میکنه پروردگار کریم خیرش قبول بگردونه خداوند هیچ بندش پیش هیچ کس یگان محتاج نکنه الله بذار همه را تنی سر شفای کامل بده سلامت باشین شما دو جان